إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. این سورت به نام سوره بنی اسرائیل یاد میکنه به خاطر که حالات بنی اسرائیل در ذکر شده. موضوع مهم همین سورت هم است تحولاتی که بالای بنی اسرائیل آمده چرا آمده و آیا الله متعال در زندگی انسان همچون فراز و نشیب میاره برای از اینکه بندی خود الله امتحان بکنه که بیدار میشه یا نه که در خواب غفلت باقی میمونه. سوره را به نام اسراء یاد میکنه به خاطر که در شب اسراء میگه در شب بردنه و در اینجا واقعه شب بردن رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکی بردن از مسجد حرام تا مسجد بیت المقدس است که این را معراج ارضی میگه یا معجزه که در زمین پیامبر علیه السلام سفر کرده و بعد از اون معراج است که از بیت المقدس تا سدرة المنتهی رفته. از او خاطر این واقعه در اول سری سورت ذکر میشه. سورت به نام اسراء یاد میکنه. این سورت به نام سورت سبحان یاد میکنه چون که در اول سری امی سورت کلمه سبحان ذکر شده. این سورت در نزول خود 50ام سورت است که بعد از سوره قصص و قبل از سوره یونس نازل شده. تقریبا دوران اخیری زمان مکی پیغمبر علیه السلام است. قبل از هجرت 1 سال پیش این سورت نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل در سوره النحل الله تبارک و تعالی بیان نزول عذاب خود کرده بود که عذاب الله می آید. در این صورت الله 4 اسباب نزول عذاب بیان میکنه که چرا عذاب میاد به خاطر که 4 سبب برش موجود است. یا در سوره نحل هجرت به سوی حبشه بیان شده بود، در اینجا هجرت به سوی مدینه بیان میشه. در ما قبل در سوره نحل اثبات توحید الله متعال به دلایل عقلی بود و در اینجا به توسط معجزه است چرا که معراج رفتن معجزه است. یا در سوره نحل دعوت به حکمت بود، الله متعال بیان کرده بود که به حکمت دعوت بکنیم. در این صورت الله تشریحش میکنه، تفصیلش میکنه. این صورت مهمترین موضوعش 4 سبب برای عذاب آمدن عذاب الله متعال است، او را خیلی تشریح میکنه. اول سبب انکار از توحید الله متعال است. از او خاطر الله متعال حالات بنی اسرائیل، معجزات، دلایل عقلی را و حالات مشرکین در این صورت ذکر میکنه تا توحید خود ثابت بکنه. دوم چیزی که سبب آمدن عذاب الله متعال میشه انکار از آیات الله است، احکام الله است. الله متعال ایرم ذکر میکنه، مثال قوم صالحه و واقعه ابلیس ایره بر ما ذکر میکنه که انکار از احکام الله و اوامر الله کرده. سوم چیز که سبب عذاب الله متعال میشه کشیدن انبیاء علیهم السلام از مقام و از امو جایی که دعوت میده. در اینجا هجرت پیامبر علیه السلام نمونه ذکر میکنه. چهارم چیزی که سبب آمدن عذاب الله متعال است استهزاء به انبیاء علیهم السلام و مردمان دعوتگر است. الله متعال واقعه فرعون و موسی علیه السلام در اینجا ذکر میکنه که فرعون چه قسم استهزاء به پیغمبر کرد و عذاب الله چه قسم آمد. اصلی هدف است که مؤمنا کسانی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است از این اسباب خودداری بکنن، نشوه که نعوذ بالله به سرنوشت شوم اقوام سابقه که امچو اسباب مرتکب شده بودن و مبتلا به عذاب شدن و عذاب بریان نبیه. چرا؟ به خاطری که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که بیان واقع معراج میکنه عقل انسانی نمیپذیره، زودی که درای انکار در پیش میگیره. الله متعال متوجه میسازه انسان که عجله نکو، شتاب زده نباش، موضوع را خب بررسی کو، بعد از او در موردش تصمیم بگی. این موضوع پشتی سر آمده را ایسته که انسان تمام امور خود به دقت میکنه، لیکن یکی از جمله فطرت ها و خوی خاصیت انسان است که شتاب زده می باشه.
از عجله کار میگیره، دقیق نمی باشه. چرا؟ به خاطری که عقل ظاهری از بعضی مسائل انکار میکنه، همیشه قدرت الله را نعوذ بالله سر قدرت خود قیاس میکنه و این سبب بدبختی انسان میشه. از او خاطر در این صورت درسای عظیم برای ما و شماست. هیچگاه عقل معیار برای پذیرش چیز فکر نکنیم که تنها عقل اگر چیزی را میپذیره و را بپذیریم، اگر نمیپذیره بعد پذیرفتن نشوه. مثل که آلی مردمای فلسفی و مسلک فلسفی امی گپا را زمزمه میکنه، اما ای گپ بطلانش یا فسادش مکمل ثابت شد. 100 سال پیش اگر کدام مسائلی که امروز ما مشاهده میکنیم، موضوع تلفن، کامپیوتر، اینترنت، 100 سال پیش اگر به مردمی گپ میزدی نخواد یک نفرم قبول میکرد. چرا که عقل ناقص رسایی گپا را نداره، لیکن تحقیقات خود به خود امور ثابت میکنه. از او جمله یکی موضوع معراج رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که وقتی پیغمبر علیه السلام پس آمد خبر داد، مشرکین به استهزا و به خنده و مذاق میگفتن عجیب دیوانه. آلی دیوانگیش خب واقعیت بخشید، به خاطر که آلی میگه در کم حسی شب رفته این تا بیت المقدس و بعد از او در آسمان ها بلند شده. عجیب است یک انسان در یک حسی کم شب منزل 2 ماهه را طی بکنه و بعد از او در آسمان ها بره. از امو خاطر اکثر دانشمندای غربی هم از این موضوع در اوایل منکر بودن، به خاطری که و کدام تخمینایی که قطع خود داشتن فکر میکردن این تخمینا قطعا خلاف ثابت نمیشه. مثلا قوی جاذبه زمین اون تقریبا 40,000 کیلو چی هسته که از او بعد تو بالا باشی و بعد از او در طرف آسمان حرکت بکنی. اونجا در هوا و فضا که کدام قوی آتشی است یا حرارت است و اونجا که بالا می روی باز در اونجا موقعیت آیا او چیزایی که لوازم انسانی است موجود است یا نیست. از او خاطر همیشه انسان قدرت الله را سر خود قیاس میکنه، چون خودش این کار را نمیتونه برش بعید معلوم میشه. اما الحمدلله با پیشرفت تکنولوژی گپا مکمل حل شد. اگر دیروز مشرکین مکه را رد میکرد، امروز تحقیقات جدید خود به خود ای را تایید و تثبیت میکنه. بلکه نه، دنیایی که دنیای انسانی از امی سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم درس گرفتن و درجه امکانی بالا رفتن فضا را تثبیت کردن که بله انسان وقتی رسول الله رفته حتما ممکن است که اگه انسان هم بالا بره. امروز اگر تحقیقات فضایی صورت میگیره، اتکایش و استنادش تمامش بالا رفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و اگر نه مردم هیچگاه تحقیق نمیکردن، تلاش نمیکردن که ما بالا بریم. زمانی که به معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم بالا رفتن ثابت شد، برای از یا درجه امکان معلوم شد. از او خاطر در صدد ازی شدن، توانستن اون راکتی را اختراع بکنه که خیلی سرعت قوی داشته باشه، با قوت زیاد قوی جاذبه زمین خرق بکنه، چیره بکنه و بعد از او بالا سفر بکنه. اونجا سفینه های فضایی را بعد عیار بکنه و آن چیزی که لوازم انسانی است او را هم قطعش یک جا بکنه، در اونجا یک انسان سیر و سفر بکنه. زمان یک انسانی که عاجزترین مخلوق الله متعال است، اینقدر توان و قدرت داره، پس خود الله متعال چه قسم انسان انکار بکنه؟ از امو خاطر است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی برش امی مشرکین میدویدن، پیش ابوبکر رضی الله عنه گفت که این رفیق تالی بیخی دیوانه شد. گفت چرا؟ گفت میگه که ما سفر کردم. گفت میگه؟ گفت بله. گفت ما تصدیق میکنم. چرا؟ از آمدن وحی در یک لحظه این گپ خیلی بعید نیست و خیلی سخت و مشکل نیست. وقتی وحی را تصدیق میکنم، ایرم تصدیق میکنم. از امو خاطر در امچو مرحله تایید کردن امچو سخنا یک گپ نفرای عادی نمی باشه، نفرای می باشه که واقعا جان فدا میکنه. ابوبکر رضی الله عنه در این طور موقع هم تایید کرده و خاک در دهن مشرکین گذاشته. الله متعال برای تثبیت و تصدیق پیغمبری خود نشانه ها و علامات بزرگ برش بیان کرده. حتی زمانی که مشرکین مکه خبر شدن به پیغمبر علیه السلام گفتن که تو رفته سفر کردی و خیلی زیاد سفر میکرد در طرف شام و در طرف یمن، از او خاطر کلی معلومات دقیق در مورد بیت المقدس داشت.
پیغمبر علیه السلام گفت بیان که مواصفات بیت المقدس. الله متعال همین زمینی که دمی رو بود برش کشف کرد. پیغمبر علیه السلام یک مسجد بیت المقدس میدید و کل نشانه ها را بیان میکرد. او چی میکنی؟ قافله امی مشرکین مکه که آمده رایی بودن و شتر را گم کرده بودن، حتی پیغمبر علیه السلام راهنمایی شتر هم دمو را برشان کرده. زمانی که قافله رسید، وقتی جویای احوال شد، کل نکاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده بود بالکل درست بود. از او خاطر موضوع معراج یکی از جمله معجزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم شمرده میشه. با واسطه که معجزه بزرگ پیغمبر خود قرآن است، اما بس اوقات الله متعال برای تایید صداقت پیغمبر خود همچون معجزات را هم به وقوع می پیونده و در معجزات حکمت های خیلی بزرگ می باشه. پیغمبر علیه السلام زمانی که بالا رفته در سدرة المنتهی، یعنی در پالوی جنت و دوزخ، الله متعال اینجا برای ما بیان میکنه نوریه من آیاتنا، از عجایبات خود ما برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش نشان میدیم. در مسئله معراج مفسرین کرام و اجماع امت مسلمان است که معراج پیغمبر علیه السلام امرای جسد و روح اردو است، تنها روح نیست. 44 صحابی این حدیث روایت کرده، حدیثش متواتر است. البته بیان اسراء در این صورت شده، بیان معراج در سوره نجم شده و همچنان بیان اسراء توسط آیات قرآن شده و بیان معراج توسط احادیث شده. بعضی احادیث آمده که در روجه بیان در خواب بودن و بیان روح بودن و گپاسته. 3-4 حدیث در این مورد امو طور آمده، در هر 4 حدیثش ضعیف است. از او خاطر اجماع امت است که معراج توسط روح و بدن اردو صورت گرفته. اینجا تعبیرم بی عبدهی میکنه، عبد مجموعه روح و بدن و جسد اردو را میگه. دوم است که انکار مشرکین دلیل بالای عزیز است. اگر کسی بگه که من در خواب کلی پاچای کل جهان بودم، خواب بوده دیگه، هر کسی را کسی انکار نمیتونه، مسئله خیال است. لیکن انکار وقتی میشه که امر خیلی ناشنا باشه، خلاف عادت باشه و معجزم امر رقم وقتی میشه که به جسد و روح اردو باشه. اگر کسی بگه که ما در خواب کار کردیم و معجزم شده نمیتونه. از او خاطر قرائن خیلی زیاد موجود است که مراد ازی به جسد و روح پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالا رفته. در اونجا الله متعال ملاقات انبیاء علیهم السلام در بیت المقدس، امامت پیغمبر علیه السلام برای انبیاء شده. البته انبیاء در عالم مثال بوده، مثلت لیل انبیاء، برای ما تمثیل شد انبیاء علیهم السلام، غیر از عیسی علیه السلام که او به زندگی حقیقی زنده بود، دیگهش تمثیل شده. و بعد از او جبرئیل امین را سر براق سوار کرده. از کجا حرکت سفر شروع کرده؟ روایات 3 روایت آمده. از پالوی حرم بیت الله شریف، از خانه ام هانئ و در یک چی میگه که سقف بیت ما باز شد و مرا برد. محدثین کرام تطبیق طوری میکنه که پیغمبر علیه السلام در خانه ام هانئ بوده و مراد از پیشش که بیتیام گفته امو خانه دختر کاکایش یعنی همشیری علی رضی الله عنه است، ام هانئ. اکثر اوقات رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانهش خواب میکرد. از او خاطر از اونجا گرفته شده در پالوی کعبه آورده شده، از اونمو خانه تعبیر به بیتیام کرده و بعد از او در سر براق جبرئیل امین پیغمبر علیه السلام سوار کرده. براق اونجا در بیت المقدس بسته شده که حتی امو حلقه موجود است، یعنی دمو صوبکی امو کسی که خادم بیت المقدس بود و گفته بود که همه اوقات دروازه را بسته میکردیم، دمو روز بسته نشد. و صبح ما دیدیم که آثار چیست اسب است، گرچه کدام براقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته در بین مرکب و اسب یعنی در میانه بوده، کیفیتش الله متعال میدانه. و بعد از او جبرئیل امین پیغمبر علیه السلام بالا برده، دروازه های آسمان باز شده، ملائک استقبال کرده. در آسمان اول آدم علیه السلام، در آسمان دوم یحیی ابن زکریا علیه السلام، در آسمان سوم یوسف علیه السلام، در آسمان چهارم ادریس علیه السلام، در آسمان پنجم هارون علیه السلام، در آسمان ششم موسی علیه السلام، در آسمان هفتم ابراهیم علیه السلام. قطع از یا الله پیغمبر علیه السلام یا را دید و ملاقات شده. آدم علیه السلام دیده که در دو طرفش تمام اولادش است، اهل جنت هم در طرف راستش است او در طرف چپش دوزخی است. در اونجا وقایع خیلی مهم پیغمبر علیه السلام دیده، مثلا حالات بعضی
از معذبین دیده که عذاب برشان داده شده، کسانی را دیده که لبایشان چی است؟ خیلی کلان است و توته های آتش در دهنشان انداخته میشه و از مقعد میبراید. مراد از اونمو کسانی هستند که غیبت کردن یا نعوذ بالله تهمت کردن. او زنایی که از پستانایشان آویزان، سینه هایشان آویزان است، او زنانی هستند که نسبت اولاد خدا نعوذ بالله از دیگه کس گرفته لیکن نسبتش به شوهر خود کرده. در اونجا سودخورا که شکمایش کلان است، هیچ خود شور داده نمیتونه. حالات از یا بیان شده. پیغمبر علیه السلام در احادیث این واقعات بیان کرده، این حالات پیغمبر علیه السلام دیده تا سدرة المنتهى رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده. این معجزه رسول الله بود. در اول صورت امی موضوع ذکر میشه. سبحان الذي اسرا بعبده، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به نام الله. او طور اللهی که زیاد مهربان است، یاد دهنده نعمتهای بزرگ است. الرحیمی که پورا نهایت مهربان است. یکی به اعتبار کمیت شد، دیگه به اعتبار کیفیت شد. یاد دهنده نعمتهای بزرگ و دهنده نعمتهای خرد. یا الرحمن نعمتهای عام الله میده، الرحیم نعمتهای خاصه که ایمان و توفیق توبه و هدایت است. ایره الله متعال به هر کس میده، به کسی که اون اراده میکنه. سبحان الذي اسرا بعبده، پاکیست برای الله و ذاتی که اسرا برده بعبده بنده خدا لیلا در یک حصه شب من المسجد الحرام، از مسجد حرام الى المسجد الاقصی تا مسجد اقصی. اقصی به خاطر میگه که دور است، اقصی دوره میگه، به نسبت مسجد نبوی دور است. سه مسجد است که الله متعال در او برکات انداخته. یک نماز چندین نماز جور میشه. در مسجد حرام یک نماز 1 لک، در مسجد نبوی یک نماز 1000 نماز، در بیت المقدس یک نماز 500 نماز است. به نسبت مسجد حرام مسجد نبوی نزدیک است به نسبت مسجد اقصی، از او خاطر او را اقصی میگه. الله متعال در بعضی حصه شب پیغمبر علیه السلام اونجا برده. در اینجا سبحان کلمه در اول ذکر میشه، چون ایگه از عقل انسانی بعیدتر می باشه. در ذهن انسان زود نعوذ بالله فکر انکار پیدا میشه که باید ایره نپذیره. الله متعال در اول سر کلمه سبحان مان که از این قسم تصورات ناقص الله متعال پاک است. الله متعال قادر مطلق است. هر برنامه‌ای که الله بخواه کرده میتونه. اگر پیغمبر مسافر 2 ماهه را در یک حصه شب پیغمبر خدا میبره، الله پاک است، منزه است، هیچ نوع عیب و تهمت سر از او نمیشه و قادر مطلق است میتونه. اگر در آسمان ها میبره، اولی اون دنیا توسط کوشش های خود انسان توانستن که خیلی مسافت دوره، بلکه از اینجا تا امریکا را در چند ساعت تنها طیاره میپیماید، بلکه از طیاره که در آلی اون راکیتا که او در یک دقیقه چقدر چند هزار کیلومتر طی میکنه. این توسط اختراع انسان شد. پس الله متعال خو قادر مطلق است، همه چیز میتونه. از او خاطر کلمه سبحانه در اول ذکر کرده، به خاطر که عقل انسانی رو به انکار نبکنه. اشاره به ایسته که انسان همیشه قیاس نکنه قدرت الله را سری وجود خود و سری قدرت خود. قدرت این انسان ناقص است اما قدرت الله کامل است. از امو خاطر نسبتش به الله شده. سبحان الذی، پاک است الله، او اللهی که اسرا بعبده، او ذاتی که برده بنده خدا. در مقام مرتبه و منزلت الله متعال پیغمبر علیه السلام به نامش یاد نمیکنه، نمیگه که اسرا محمدا لیلا من المسجد الحرام، اشاره به عبدیت میکنه. پیغمبر علیه السلام دمی بردن چی خودش در اختیار خود نبوده، بلکه الله متعال برده و عاجز بوده. از امو خاطر هر معجزه که در دست پیغمبر صادر میشه از طرف الله است، پیغمبر در او اختیار نمی داشته باشه. و مقام نهایی کمال یک انسان عبدیت است که هر قدر عاجزی تو تکمیل شوه امو قدر به الله متعال نزدیک میشی. از او خاطر تعبیر به عبد کرده و تعبیر به عبد به این خاطر هم شد که امی معراج بردن یا در بیت المقدس بردن امرای جسد و روح بوده. در لیلن خودش اشاره به جز بودن یک حصه بودن شب است، وگرنه لیلن هیچ ذکر نمیشد، اسرا در شب بردن نمیگه. وقتی که کلمه لیلن ذکر شد دلیل بالای کم بودنش است. از مسجد حرام پیغمبر علیه السلام برده تا مسجد اقصی را. کدام مسجد اقصی؟ الذي بارکنا حوله، او مسجدی که ما برکت انداختیم در گرد و بر از او. در گرد و بر از او الله متعال میگه برکت انداختیم.
برکات هر دو قسم است، ام مادی ام معنوی. الله متعال آب و هوا و سرزمین بیت المقدس طوری جور کرده که هوای معتدل داره، انواع میوه ها دو پیدا میشه، خب زمین زراعتی داره. از او خاطر از نگاه مادی هم الله متعال مرکز تجارت مردم بوده، این برکات مادی بود. برکات معنوی ده او بود، دعوتگرای واقعی ده او خیلی زیاد آمده که انبیاء علیهم السلام است. از این واضح میشه هر منطقه که در اونجا دعوت دین زیاد میشه و منطقه پر برکت است، به خاطر که مردم زیاد در گناه ها مبتلا نمیشه، مردم در اونجا به عبادت الله رو میاره. از امو خاطر اسکالی تفاوت است در بین بعضی سرزمین ها. یک سرزمین میری که حتی بدعت با چشم دیده نمیتونی، سرزمین دیگر میری که مکمل شرک است. علتش است که در او سرزمینی که شرک است دعوتگرای واقعی وجود نداره. این برکات معنوی الله متعال است. زمانی که در قوم و ملت علما را زیاد دیدی و علما واقعا حقانی علما بود، دلسوز علما بود، این رحم الله متعال است، این برکت الله متعال است. چرا که در اینجا بیت المقدس الله به این رقم توصیف کرده که برکت انداخته. لنوریه من آیاتنا، هدف سفر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بوده؟ در اینجا الله متعال میگه لنوریه، که ما نشان بدیم برای عبد خود من آیاتنا، از نشانه ها یعنی از عجایبات قدرت خود. یقینا این سفر بالکل سفر ممتاز بود، ناشنا بود به یک انسان که در این طور فضا و در این آسمان ها سیر و سفر میکنه، بسیار ناشناست و عجیب است. در این جمله تحفه‌ای که در معراج برای رسول الله داده شد امین نماز بود. از او خاطر امت رسول الله باید زیاد پابندی نماز بکنه. چرا؟ دیگه احکام الله متعال در زمین آمده، اما حکم نماز در آسمان ها زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مهمان میکنه در توفیه میمانی برش داده شده. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام نماز ستون دین گفته. واقعا هم اگر پابندی و محافظت نماز میشه اما حالات انسان درست میشه و در روز قیامت هم زمانی که در نماز آدم پوره برای ان شاء الله دیگه حالاتش خوب میکنه. از او خاطر در مورد نماز بسیار محافظت شوه، احتیاط شوه، از پیش آدم قضا نشوه. اما با تاسف امروز امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز هیچ برش معلوم نمیشه. کورس انگلیسی میره در وقت نماز و جماعت الله اکبر نمیکنه، در مکتب است وقت نماز و جماعت است الله اکبر نمیخونه، در ماموریت و وظیفه است در وقت نماز هیچ به کسی معلوم نمیشه، طوری که اگر اختیاری برش برابر شد بخونه، اگر نشد نه. اما نماز و حکمی است که قضا مزا نداره، در حدیث قضایش نآمده بجز از اینکه توبه بکنی به الله عاجزی کنی، گریان کنی که نخوانده باشی، دیگر را نداره. در حدیث ذکر نشده، کتابا ذکر میکنه. چرا؟ وا قیاس میکنه، میگه در حالتی که انسان فراموش کنه یا خو بره، پیغمبر امر کرده که نماز قضا بیار، میگه اگر قصدن کسی ترکت باید قضا بیاره، لیکن این قیاس غلط است. اگر این قضا می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکرد.